آقا میگم درسته ما حالمون بد شد تراپیستی نداشتیم، درسته وقتی حالمون بد بود کسی نبود بگه چیزی شده، درسته هر روز تفریح و مسافرت و کافه نیستیم، درسته تعطیلات بلیت نگرفتیم بریم فلان کشور، درسته دانشگاه غیر انتفاعی و آزاد نرفتیم و 500 مدل کلاس تو فلان جا نرفتیم، درسته به هیچ کس زخم زبون نزدیم و هیچ کس رو مسخره نکردیم، درسته واسه کسی قیافه نگرفتیم و سرمون تو کار و درس و زندگی خودمون، ولی رفیقمون رفت بالا زیر پاشو نکشیدیم بخوره زمین رو بهش بخندیم. کیف کردیم اگه دور و برمون رفتن بالا. اگه بدی دیدیم نشستیم واسه طرف نقشه بچینیم حالشو بگیریم، سپردیم خدا خودش جوابشو بده. آره صبح تا شب پشت همین میزا واسه آرزوهامون تلاش کردیم، به جاش مال کسی رو نخوردیم یا آبم روش، واسه 2 قرون کم و زیاد خانوادمون رو خجالت زده نکردیم، به جاش تلاش میکنیم خودمون برای خودمون بسازیم. به یک سنی رسیدیم جو نگرفتمون هر چی بخوریم و هر جا بریم و هر کاری بکنیم، به جاش صبح تا شب، شب تا صبح خونه موندیم و تهش از دید بقیه شدیم افسرده. آره ما شاید خیلی ارزون و معمولی زندگی کردیم، ولی خیلی جاها گرون زندگی.